اجازه است انشالله یک بنالم. بنالم به اجازه دوستا. به نام الله جل جلاله راجع به فقر یک عنوان برای دوستا میگم، متوجه باشین. هر روز به گرداب غم از گشت گذارم، هر روز به گرداب غم از گشت گذارم، طوفان فقر غرق مکن که شرمسارم. کل در طلب جیفه دنیا همه غرقن، چون شیشه تقوا پر از گرد غبارم. مجنون همه در قدرت ثروت همه مجنون، ایران منم درد دلم باقی برارم. یک ترس نارست دیگر رنج فقیری، ای دوست بکن چاره که من چاره ندارم. در نوبت عمر ما جیان گشت پری خون، همیشه خطا است و گناه و در شرارم. دوستانی مجازی همه بیگانه شدستند، کس دوست ندارد بجز از تو کردگارم. فطری که به گرداب فقر غرق چی ایران، یک لحظه نگردیده پرخون اشک بارم. یک دیگه اجازه است انشالله. ایرم راجع به فقر است. هر روز به طوری دیگر از سالی خرابم، چشمم به دری هر کس و از سینه کبابم. از رنج فقر خاک شدم به پای عالم، تقوا بشکست توبه شکست رفت ایابم. بیرون شدم از امر خداوند توانا، من سخت زیانکار با آن روزی حسابم. چشم دلی من خیره شد از فتنه دوران، در کشتی غم باری گناه مست شرابم. محتاج شدم بر دری ارارش دنیا، بیهوده سخن گویند اردم به غیابم. ای طالع کم خوابی تو بیدار نمیشی، از خوابی گرانی تو من دیده پرابم. من نوگرم چه بلبلان عاشقی گل، در حسرت دیداری تو ای گلی گلابم. در مشکلی فقرم دیگر چاره ندارم، ای دوست ببینی که به چی رنج عذابم. صد ناله و فریاد کشم دوست مرا نیست، جز غیر تو هیچ کس ندید باز جوابم. صد توبه شکستم زیدرت دارم امیدی، از رحمت تو دوباره مقصود بیابم. ای دل زی تماشای جیان دیده پینان کن، دوران بگذشت مثل که کف بر سر آبم. موجی تبی شعرم پر از میریت جانان، یک دوست ندارم که بینویسه کتابم. فطری که به سودای رخت نالکنان است، نادیدنی روی تو کبابم چی کبابم چی کبابم. به 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 به، بسیار زیاد عالی بود. از همین شعرهایتان معلوم میشه که بسیار زیاد درد روزگار دیدین، فقر و تنگ دستی را دیدین. واقعیت است. خدا را شکر دیگر که مسد به هر حالی که میگردونه الله را شکر دیگر. سلامت باشین، زنده باشین. عاجز وضعی که خودتان گفتین که دیگه ضعیف شدیم نمیتونیم مقرر البته بخوانیم. بازم ما خواستیم که از همین سخنهای شما شعرهای شما به نصیب نمونه. بسیار زیاد تشکر. و کسایی که البته بیننده شما هستن به ما بگین که چقدر کتاب شما چاپ کردین. یگان 500 تا گوپ چاپ کردیم و برای چاپ آماده بود که دیگه نشد رضای پروردگار. یگان 500 تا گفته بودم مهندسمند که به چاپ رساندم. چقدر شعر دارین؟ نمیفهم که چقدر عقیب یزیر و دم یزیر هیچ فهمیده نمیشوه. هر کس همین نوشته کرده در وقتی که آمده در نمی 40 سال این گفتیم این 5 سال میشوه یا 4 سال میشه که پراگنده شد حساب خراب شد. در نمی 40 سال هر کسی را که خشش داده و گفتم 2 تا 3 تا نوشته کرده گرفته در جا بانده. بسیار زیاد تشکر. حاجی صاحب، امیال شاعران بدخشان شما را از طریق ویدیو تماشا میکنن، چی گفتن و پیام برشان دارین؟ کسایی که جوان هستن، کسایی که شاعر هم هستن، چی گفتنی دارین در پایان؟ گفتن ما همیشه که رحمت الله به سرشون باشه و در عشق خدا گور باشن، به رحمت الله جل جلاله گرفتار باشن، همیشه خدمتگار جامعه و خدمتگار همین یعنی مقصد اینه در بدر خاک بسر باشن.